به نام رضاوند متعال. حساب کاربری معروف اکادمیک ایجنت در یک رشته توییت تحقیرآمیز رضا پهلوی را به سوژه خنده جهانیان تبدیل کرد و مدعی شد او که در ایران حتی یک صندلی هم برای نشستن پیدا نکرده، برای پادشاهی گرینلند اعلام آمادگی کرده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند پنگوئن‌ها بعد از شنیدن این خبر از ترس منقرض شدن دست جمعی به قطب جنوب مهاجرت کردند تا طعمه این پادشاه آواره نشوند. علی کریمی در راستای ترویج گفتمان متمدنانه با به کار بردن هشتگ‌های رکیک و ناموسی مادرتونو به منتقدان درس آزادی بیان داد. انجمن چاقوکشان و اراذل سابقه دار اعلام کردند که از ادبیات فاخر ایشان شوکه شدند و قصد دارند برای یادگیری فنون فحاشی در کلاس‌های فوق برنامه آقای جادوگر ثبت نام کنند. علی جوانمردی از پروژه عظیم هواداران سلطنت برای خفه‌سازی و حمله سازماندهی شده به منتقدان پرده برداشته و تأکید کرد که آزادی بیان این فرقه یعنی فقط صدای آنها شنیده شود. مسئولان سازمان سانسور دوران تفتیش عقاید کلیسا با ارسال پیامی اعلام کردند که این سطح از خفقان حتی در رویاهای آنها هم نمی گنجید و رسماً از یاسمین پهلوی درخواست مشاوره کردند. در راستای ترویج دموکراسی، تینا بخشی در اقدامی حقوق بشری به تمام منتقدان مژده داد که دوربین‌های تفتیش عقاید در حال ضبط گفتار و اعمال آنها هستند و در حکومت پادشاهی آینده همه را پیدا خواهند کرد و به حساب تک تکشان میرسند. سخنگوی مافیای سیسیل بعد از شنیدن این خبر همگی با آوردن کلمه شهادتین مسلمان شده و گفتند این دقیقاً دموکراسی مد نظر ماست که سالیان سال است دنبال آن می‌گردیم. برای همین همگی رسما اعلام پشتیبانی از رسیدن رضا پهلوی به تخت سلطنت کردند. دو دلاور سلطنت طلب در عملیاتی چمرشکن با درآوردن لایه به لایه لباسهای مادرشان و فتح پرچم در مقابل دوربین پیروزی بر رژیم را در پذیرایی جشن گرفتند. اتحادیه فروشندگان پوشاک مستعمل تایلند اعلام کرد این سبک مبارزه با استفاده از لباسهای والده انقلابی در صنعت نساجی ایجاد کرده که میتواند کمر هر حکومتی را خم کند. در راستای شفاف سازی، رضا پهلوی با افتخار ثابت کرد قتل عام 20,000 نفر نتیجه ریزش 50,000 نیروی نظامی بوده که مانع تلفات بیشتر شدند، وگرنه نصف جمعیت ایران کشته می‌شد. اساتید آمار و ریاضیات دانشگاه آکسفورد بعد از شنیدن این منطق مدارک تحصیلی خود را پاره کرده و مدعی شدند که ریاضیات جدیدی به نام جبر پهلوی کشف شده که در آن عدد صفر از 50,000 بزرگتر است. در تجمعی که تحت نظر یاسمین پهلوی که نماد اخلاق و تعهد است در مونترال برگزار شده بود، هواداران با شعار یا جاوید شاه بگو یا با چپی و ملا هستی تکلیف حقوق بشر را روشن کردند. دیدبان حقوق بشر با دیدن این ویدیو پس از تشکر از آنان اعلام کرد ما تا امروز فکر می کردیم حقوق بشر یعنی آزادی عقیده، اما حالا فهمیدیم حقوق بشر یعنی یا با ما باش یا بمیر و از این به بعد این شعار کاملا دموکراتیک را سرلوحه خود قرار میده. تجمعات نیویورک میزبان اعلیحضرت فرهناز و شاه دختها بود که با وجاهت و زیبایی ملکوتیشان لرزه بر اندام بدخواهان و رژیم انداختند.
انجمن جهانی جراحان پلاستیک اعلام کرد که این حجم از زیبایی طبیعی و اصالت در چهره‌ها ثابت کرد که ژن برتر سلطنتی، نسل شیک پاسارگادی، حتی قوانین زیست شناسی را هم به چالش کشیده و رژیم از ترس دیدن دوباره این چهره‌ها احتمالاً تسلیم و یا خود به خود خشک خواهد شد. در راستای وطن دوستی، رضا پهلوی مدعی شد وقتی صدام به عراق حمله کرد، او داوطلب جنگ شده تا جانش را فدا کند. کارشناسان تعویض روغن برادران خلیلی به جز احمد معتقدند شاهزاده نه تنها جهت جغرافیایی حملات جنگی را گم کرده، بلکه احتمالاً آن زمان در حال بازی هواپیمای پلی استیشن در خانه بوده و نمی‌داند صدام به ایران حمله کرد، نه به عراق. و نامه به خمینی را هم با همین حالت مست و درایت فراوان نوشته و فرستاده است. برای همین خمینی هم آدم حسابش نکرده است. در راستای رساندن صدای مردم ایران به جامعه ملل متحد، رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی خطاب به جهانیان گفت: برای حل بحران کشتار مردم توسط رژیم باید سکوت را جایگزین عمل کنید. سخنگوی صنف قبرکنها اعلام کرد که این دکترین سکوت به جای عمل بهترین راهکار برای پر کردن قبرستان هاست و از پهلوی بابت اینکه راه را برای کشتار بی سر صدا هموار کرده تقدیر و تشکر ویژه کردند. جوانی که تا به امروز معلوم نیست پسر است یا دختر که با ناله‌های آدما انسانند اونا رو نکشید مشهور شده بود، با ماتیک و ریش تراشیده در تجمع سلطنت طلبان در حال فریاد زدن مرگ بر ملا، چپی، مجاهد دیده شد. اتحادیه بازیگران فیلم‌های صامت اعلام کرد که این سطح از دگردیسی و بازیگری تهوع‌آور شایسته دریافت جایزه اسکار وقاحت است، چرا که توانسته انسانیت را در 1 ساعت به 2 گونه دلسوز انسان و نفرت از انسانهایی با عقاید متفاوت نشان دهد. اخبار را با نام و یاد رضاوند متعال و یک پهلوات به روح بنیانگذاران سلسله دموکراتیک پهلوی به پایان می‌رسانیم. تا اخباری دیگر از فرقه دموکرات پهلوی، هر جا که هستید بهترین ها را برای شما آرزومندم. محمد رضا پهلوی و آل پهلوی.